بچه خوش اومدید به یه ویدیو دیگه تو چنل اومدیم بریم کال آف دیوتی موبایل اتچمنت چند تا گان مختلف رو بهتون بگم که من خودم با این گانا خیلی خوب میتونم بازی کنم. اتچمنت اول برای گان M13 متیکه که اتچمنتش اینه. خب به گان دوم این هستش، آکا 117 متیک که میدونم خیلیاتون گرفتید. این اتچمنته که خیلی خفنه. گان بعدی هم حالا گفتم برای کسایی که ندارن، حالا بچه نگاه آکا 117 متیکش لاواش برای اینه. کسایی که این گانو ندارن این اتچمنت براشون بهترینه. خودم که با این اتچمنت همه رو میزنم. از وقتی که این اتچمنت رو گذاشتم اصلا دست به آکا 117 متیک نمیزنم که اینقدر خوبه این گانه. گان بعدی هم که میخوام بهتون بگم BK 57 که این اتچمنت رو براش گذاشتم که خیلی اینم خوبه. گان بعدی مکس موزیه که یعنی همون مکس گان مکس که این اتچمنت یعنی براش عالیه، چون مثلا این اتچمنت خیلی سریع میتونه انمیو دام کنه و برای کسایی که با مکس خوب میزنن خیلی خوبه. و اتچمنت بعدی هم برای این گانه. نگاه کنید بچه، فکر نکنید حالا این گان اگه شما دیده باشید وقتی میخواین ایم بگیرید خیلی آروم تره، ولی با این اتچمنتی که من گذاشتم هم انمی اگه وان تپ نشه سری میمیره در جا. این همه شاتاش وان تپه، چون بزنه یه آتیشی از خودش میده که اون انمیو باعث مرگش میکنه که خیلی هم سریع میگیره این اتچمنت. خب بچه همین بود. اگه میخواین اتچمنت های بیشتری از برای کال آف دیوتی موبایل بذارم حتما چنل ما رو لایک کنید. لایک یادتون نره، ساب یادتون نره. بچه اگه میخواین من تو یوتیوب هم فعالیت میکنم، تو آپارات هم فعالیت میکنم، حتما پیج این دوتا رو فالو کنید تا یه ویدیو دیگه. خدافظ.